الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین. اما بعد، الله تعالی را زیاد شکر گذاریم این که ما را توفیق بخشید و همچنان صحت و عافیت و تندرستی نصیب کرد تا توانستیم ماه مبارک رمضان را در حالت صحت و عافیت و امنیت روزه بگیریم و این ما را به درستی و اختتام برسانیم. آنچه که از ما در این ماه تقدیم شده برای پروردگار با وجود نقصانات زیادی و کاستی زیادی در عبادات ما، الله تعالی امی کمی ما را و آنچه که در این نقصان است امیر از ما قبول بکنه و نقصاناتی که در این بندگی داشتیم او را از ما بخشش کنه و به عوضی از او اجری بزرگی برای همه ما نصیب بگرداند. و همچنان از الله تعالی مسئلت داریم که این آخرین روزه ما نباشه، بلکه رمضان سالهای زیادی بیشتری سر ما بیاید و ما در حالت صحت و عافیت و تندرستی و همچنان امنیت بوده باشیم، بتوانیم ماه مبارک رمضان را استقبال کنیم و در این ماه درست بندگی طاعات پروردگار را انجام بدهیم. معمولا ماه مبارک رمضان مانند دیگر ماها 29 روز یا 30 روز است. با مجردی که مهتابی ماه شوال دیده شد دیگر رمضان ختم میشه. در نهایت رمضان که ختم شد، در اولین روز ماه شوال الله تعالی یک روز بزرگی و یک جشنی عظیمی را برای بندگان خود و برای روزداران مشروع قرار داده که و او عبارت از عید سعید فطر است که در این روز اینها اظهار خوشی میکنند و آنچه که الله تعالی برشان مشروع قرار داده شعائر بزرگ او را انجام میدهند و همچنان خوشی هایی را در میان خود برگزار میکنند که در این روز الله برشان اجازه داده و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان مشروع قرار داده. و روز عید بعضی خصوصیت های خاصی را به خود داره. ابتدا استقبالی روزهای عید و همچنان عید سعید فطر چنین می شود که انسان بعد از اینکه رمضان ختم میشه تکبیرات شروع میکنه. الله تعالی می فرماید ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون. یعنی وقتی که رمضان را تکمیل کردن به انتها رساندن و بعد از او باید تکبیرات بگویند، تکبیراتی عید فطر. و این تکبیرات از غروب آفتابی آخرین روزی رمضان شروع میشه و دوام پیدا میکنه تا ختم شدن عید. صیغه تکبیرات چنین میباشه: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. و صیغه های دیگری هم وارد شده. آنچه را که یاد دارن در این روز با آواز بلند، یعنی قبل از روز عید بلکه از بیگاه در خانه بوده باشه یا در کوچه ها بوده باشه یا در مسجد بوده باشه و همچنان در روز عید وقتی که به طرف عیدگاه بیرون میشه با آواز بلند در کوچه ها و در داخل مسجد تا با وقتی که نماز ختم میشه این شعار با آواز بلند باید بگوید. و این متاسفانه که از سنت های متروکی است که در مجتمعات بسیار کم معمول است. اگر عملی هم شود به خصوص داخل مسجدها، اما در کوچه ها و داخل خانه بیشتر مردم این سنت گذاشتن، در حالی که صحابه کرام در زمان خود تکبیرات اینقدر با آواز بلند میگفتن که کوچه ها همه در لرزه می آمد.
در روز عید، صبح روز عید آمادگی عید چنین میگیره. اولا غسل میکنه، خدا درست پاک میکنه و هر آنچه که در بدنش کثافتی که از او را دور بکنه و یک منظره بسیار زیبا و قشنگی به خود میسازه. کالا و لباس و همچنان چپنی قشنگی که داره، زیبایی که داره، او را آماده میکنه. آنچه که برش میسر است و لباسی که در اون منطقه رواج است، از او لباس استفاده میکنه. و اگر لباسی نداره، درست است که از یکی از دوستا قرض بگیره و باید در این روز اظهار زینت بکنه. حتی زنها هم اگر ندارن، رسول الله صلی الله علیه و سلم راهنمایی کردن که از خواهرش قرض بگیره، استعاره بگیره و این روزه باید درست تجلیل کنه. البته لباسی که شریعت او را حرام قرار داده برای مردها، از او لباس انسان اجتناب بکنه. مثلا برای مردها اجازه نیست که ابریشم استفاده کنن، هر نوع ابریشم بوده باشه، مگر خطوطی، یک چند خطی که اگر در کالا استفاده برده شده باشه، یا اینکه در لنگی یا در لباس دیگری، و او قدر و مو اندازه معفو است. اما اغلب اگر ابریشم بوده باشه یا کامل ابریشم، و این برای مردها حرام است. و همچنان طلا، ساعت طلایی بوده باشه یا این که انگشتری طلایی، کمربند طلایی، همه از اینها برای مردها حرام است، جایز نیست که استفاده کنند. زنها هم لباسی خوب و بهتری خود انتخاب میکنن و البته اجتناب از اظهار زینت بکنن، یعنی زینت خود آشکار نکنن. و همچنان لباس های تنگ و لباس هایی که شفاف بوده باشه و این لباس ها اینها را زینتشانه برای دیگرها نشان بده. چیزی از چنین لباس ها اجتناب بکنن، با رعایت ستر و حجاب از خانه خود بیرون میشن به عیدگاه همراه محارم خود و همچنان همراه فرزندان و دختران خود. و در این روز یکی از سنت هایی که در اکثر جاها متروک است متاسفانه، بیرون شدن زنها، به خصوص حتی دخترای باکره و دخترایی که نزدیک به ازدواج هستند و در داخل خانه در حالت ستر و حجاب قرار دارن و بسیار کم بیرون میشن. حتی او دخترها را رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن که در این روز بیرون کنید، ولی متاسفانه در بعضی جاها امنیتی درست نیست و در بعضی جاها مردم غافل هستند و یک نوع ننگ برشان میاد که زنها را به عیدگاه بیرون کنن، و در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن به این. اگر فرصت مهیاست و جا برابر است و باید مسلمان ها تلاش کنه که از این نعمت بزرگ و از این روز بابرکت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که دعای مسلمان ها را در دعای مسلمان ها سهیم شوند و همچنان در برکتی این روز شریک شوند. برکتی که در این روز است، در او برکت باید شریک شوند. ما نباید که بیچاره را که اصلا محرومی از این برکات و از این دعا بسازیم. المهم وقتی که از خانه بیرون میشیم، تکبیر با آوازی بلند بگوییم. و البته قبل از بیرون شدن یک چیز فراموش نکنیم، سنت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در عید فطر قبل از بیرون شدن افطار میکردن و غالبا به خرما افطار میکردن و عدد تاق را انتخاب میکردن. اگر خرما میسر نبود و بعضیا استفاده کردن نمیتونن از خرما، چیزی دیگری که برشان برابر است از او استفاده میکنن و افطار میکنن، به طرف عیدگاه بیرون میشن. وقتی که در عیدگاه میرسن، در اینجا که است چند چیز باید متوجه بوده باشن. اولا نماز عید 2 رکعت است، با جماعت ادا میشه و کیفیت خاصی داره. قبل از نماز عید و بعد از نماز عید کدام نمازی مخصوصی تعلق به نماز عید نیست، یعنی کدام سنتی یا کدام نوافلی اضافی در نماز عید وجود نداره. نباید قبل از عید سنتی بخواند و همچنان نه بعد از نماز عید.
و همچنان نماز عید اذان هم نداره، اذان نداره و تکبیر هم ندارد. وقتی که در مصلی حاضر میشن تا با وقتی که امام حاضر میشه و وقتی نماز فرا میرسه، این در ذکر و اذکار و تکبیر و بیشتر اهتمام بالای تکبیر بده، با آواز بلند تکبیر بگوید. و البته زنها با آواز پست میگن، مردها با آواز بلند تکبیر بگوین. وقتی که امام رسید، ابتدا کاری را که امام میکنه در روز عید باید نماز شروع کنه. متاسفانه در بعضی جاها قبل از عید، قبل از اینکه امام حاضر شود، چندین شخصی بالا میشن تقریر میکنن، مثل یک انجمن واری، یک مجلس واری. بعد از اینکه امام برابر میشه، وقتی نماز برابر میشه، اینها استاد میشن، نماز میخوانن. چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از صحابه کرام و همچنان خلفای راشدین ثبوت نداره. اونها ابتدا چیزی را که در روز عید شروع میکردن به نماز شروع میکردن، نماز میخواندن و بعد از نماز خطبه ارائه میکردن. این عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنتشان بود و همچنان سنت خلفای راشدین. و اولین شخصی که این سنت تغییر داد مروان ابن حکم. متاسفانه ابو سعید خدری هم بالایش انکار کرد. پس خطبه عید بعد از عید می باشه، بعد از خواندن نماز عید، قبل از اون نمی باشه. در نماز عید 2 رکعت نمازی که انسان میخوانه، به چنین کیفیت میخوانه، نیت البته داره که نیت امور قلبی است که در قلبش می باشه که نماز عید است و این نماز 2 رکعت است. و بعضی علما این نماز واجب میدانه و بعضی ها سنتی مؤکده میدانه. المهم آنچه که معتقد است واجب است یا سنت است نزدش، در نیتش برقرار است و نیت میکنه. و ابتدا امام 7 تکبیر میگه، همراهی تکبیر تحریمه، و در هر تکبیر دستهای خود بالا میکنه تا اندازه برابر شانه یا اینکه برابر گوشه ها. و بعد از تکبیر 7 امام قرائت شروع میکنه، ابتدا سوره فاتحه را میخونه و بعد از سوره فاتحه سنتی است که سوره قاف خوانده شود، سوره قاف. و در رکعت دوم باز همچنان بالا میشن، 5 تکبیر امام میگه به جز تکبیر انتقال، یعنی غیر از تکبیر انتقال که به بالا میشن، غیر از او 5 تکبیر میگه و دستای خود بالا میکنه همچنان. و بعد از سوره فاتحه سوره سنتی است که سوره اقتربت الساعه، یعنی سوره القمر خوانده شود. و همچنان اگر سوره الاعلی در رکعت اول و سوره الغاشیه را در رکعت دوم هم میخوانه، سنت است، وارد شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بعد از اینکه نماز ختم میشه، دیگر سنت و مستحب است که خطبه امام شنیده شود، انسان انتظار بکنه آنچه که وعظ و نصیحت و کلماتی وعظی امام بیان میکنه باید او را گوش بکنه، مستحب است. و بعد از اینکه نماز ختم شد و خطبه ختم شد و میخیزن یکدیگر تکبیر مبارکی میدهن و هر مسلمانی را که با امراش روبرو میشه صیغه ای که برش مناسب است به زبان خودش، یا اینکه کسایی که عربی میدانن تقبل الله منا و منکم، عادت صحابه کرام ای بوده که با یکدیگر روبرو میشدن، این کلمات زیبا را برای یکدیگر استفاده میبردن و با این کلمات یکدیگر تبریکی میدادن. تقبل الله منا و منکم، الله تعالی از ما و از شما قبول کنه، یعنی طاعات و بندگی را که انجام دادیم و این در حقیقت یک دعای زیبایی است که از الله میخواهیم که را قبول بکنه. بعد از خواندن نماز در مصلی یا اینکه در مسجد، البته سنتی است که نماز عید در مصلی صحرا و بیرون از مسجد خوانده شود. اگر میسر نبود، باران بود، عذری بود، جان میسر نبود، باز درست است که در مسجد بخوانم. بعد از خواندن عید هر کس به طرف خانه خود میره و یک چیز انسان فراموش نکنه
که بعد از بیرون شدن از عیدگاه مسیری خدا تغییر بدهد و این عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. از راهی که می آمدن دوباره به او راه نمی رفتن. اگر میسر بود، بعضی جاها فقط یک راه دارن، اگر میسر بود از اون مسیری که آمدن در عید و برگشتن مسیری دیگر انتخاب بکنن. و در روز عید از اموری که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد ترغیب میدادن و تشویق میکردن صدقات و خیرات بودن. مردها، زنها، همه از اینها را ترغیب به صدقات میدادن. در این روز روزی خوشی است، کسی را که الله برش انعام کرده و سرمایه و زندگی خوبی داره و در زندگیش اموال اضافی داره که برای خودش کفایت میکنه، برای اهل و فامیلش و از او بیشتر مال داره، صدقات و خیرات و انفاق در راه الله تعالی را فراموش نکنه. به خصوص برادران مظلوم و بیچاره و نادار و بیوه و یتیمی که محروم هستند، کسی ندارن بیچاره ها، در این روز که است نهایت تلاش کنه که دلهای از اونها را هم خوش بسازه، ولو که به مبلغ اندکی بوده باشه یا این که تحفه ناچیزی هم بوده باشه و کلماتی زیبایی که تبریکی برای از اونها عرض میکنه به اینها بوده باشه، این چیز انسان فراموش نکنه. و همچنان والدین خدا، به خصوص کسایی که والدینشان همراهشان در یک خانه در یک جا زندگی نمیکنه جای دیگری، ابتدا مبارکی را باید از والدین و شروع کنه، نزد از اونها رفته اونها را مبارکی عرض کنه و آنچه که برش و آنچه که میسر است از تحفه و هدایا و پول و اشیای دیگری برشان تقدیم بکنه و همچنان خویشاوندان دیگری که به پیوند دارن نزدیک هستن. و حقیقتا روز عید یکی از روزهای خوشی و همچنان صله رحمی است که انسان همه مسلمان ها را باید در دلش خوشی بیاره و سبب خوشی از اونها بگرده و به خصوص اقربا و نزدیکانشان. متاسفانه بعضی هست که حتی در روز عید هم قطع صله رحمی دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند لا يدخل الجنة قاطع رحم، کسی که قطع صله رحمی داره او داخل جنت نمیشه. پس انسان نهایت متوجه بوده باشه. و این بعضی اموری بود که انسان باید در روزی عید ایره انجام بدهد. اما بعضی اموری دیگری هست که از او در این روز باید اجتناب بکند، از او نهایت جدا باید پرهیز کند. از قبیل برگزاری مجالس تعزیه. مجالس تعزیت داری روز عید یک روز خوشی است. انسان کوشش کنه که برادری که مصیبت زده است، خسته است، غمگین است و در خانهش مصیبت داخل شده، او را در این روز خوش بسازد، نه اینکه غمی از او را دوباره تازه بسازد. متاسفانه در بعضی جاها معمول است، رواج است در روز عید جماعه و چند گروه داخل میشن در خانه شخصی که یک سال از مرده از او تیر شده یا اینکه چند ماه تیر شده، غمی از او را تازه میکنن و باز بیچاره سری از او یک مصارف نهایت زیاد دیگری را میارن که بیچاره مجبور میشه که به خاطری که مردم میآیه آمادگی بگیرد، حتی اگر نداشت رفته قرض میکنه. آنچه که لوازم است در روز عید معمول است، عادت است در بعضی جاها، رفته او را آمادگی میگیره بیچاره، قرض و قرضدار و چقدر خسته. و حقیقتا این انسان ما از هر لحاظ بالاش ظلم کردیم، غمش را تازه کردیم، این را بیچاره را قرضدار ساختیم، بالاش ظلم کردیم. اگر بیچاره از شریعت خبر نداشته باشه، اما اگر خبر داشته باشه باید خودش از این کار اجتناب کنه، هیچ نوع مجلس تعزیت داری را برگزار نکنه و کسی را اجازه نده در روز عید برای تعزیت داری بیاید. و همچنان از امور دیگری که بعضی ها در این روز تخصیص میدهند، رفتن به قبرستان. البته رفتن به قبرستان، زیارت قبرستان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لکن تخصیص دادن در روز عید یک امری است که کدام اساسی نداره،
انسان هر وقت رفته قبرستان از زیارت بکنه و نباید در روز عید هیچ چیز تخصیص بدهد. و همچنان از اموری که در این روز بعضی ها سر میزند و ایست که آنچه که شریعت برش اجازه داده از خوشی ها و تفریح و بعضی از چیزهایی که عادتا در دیگر روز انسان به او اهتمام نمیدهد، از قبیل برگزاری مجالس تفریحی یا این که مجالس قسطین و یا این که چیزهای دیگری که هر چیزی که انسان خوشش میآید، مجلسی که برای خوشی بوده باشه، کدام اشکالی نداره در این روز انسان تشکیل بده. لکن مشکلی است که بعضی ها فکر میکنه که ما کلا در این روز آزاد هستیم، هر آن چیزی که حتی حرام هم بوده باشه باید در این روز انجام بدهیم. دیده میشه که بعضی ها قمار میزنن، در بعضی جا معمول است تخم بازی میکنن یا اینکه قمارهای دیگری را میزنن و این در حقیقت حرام است. و همچنان بعضی ها انواعی از موسیقی را گوش میگیرن، موسیقی های مبتذل، فیلم های لوچ و برهنه و نهایت زشت. از این فکر میکنن که همه از اینها در این روزی آزادی است، برمان اجازه است، در حالی که این چیزها همه حرام در هر وقتی است. درست که در روز عید دخترای خرد، پسرای خرد، اینها بیتهای خاصی را جایز است که با دف استفاده کنند و در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم در چنین روزی استفاده بوده شده و همراه اهل و فامیل رسول الله صلی الله علیه وسلم دختران خرد می آمدن، دف می زدن، بیت می گفتن، بیتهایی که البته از جنگ‌های سابقی از عرب حکایت میکرد و از قهرمانی‌های از اونها. و همچنان اگر بیتهایی که در وصف اسلام بوده باشه، در وصف قهرمانی مردمی بوده باشه و او بیتها در او فحش و الفاظهای شرکی و کفری و نادرستی نبوده باشه، اشکالی نداره. با دف دایری که میگن بعضی ها با این بخواند استفاده کنن، کدام اشکالی نداره. اما شنیدن موسیقی مبتذل و موسیقی که شهوت در حرکت میاره و اندام زن وصف میکنه، اندام بچه ها را وصف میکنه و انسان به بیراهه میکشاند و رقص و سرود و زنهای لوچه فیلم های مبتذل تماشا میکنه، کاملا حرام است. از این انسان اجتناب بکند. و همچنان در این روز انسان کوشش کند که از بعضی عاداتی که در بعضی جاها رواج است، از قبیل مثلا گروهی از پسرها و دخترها داخل خانه ها میشن و نوعی طلب واری یا سوال واری که حقیقتا به بعضی ها بسیار مشکل است. درست که روز خوشی است، اگر کسی در توانش است، پسرها یا دخترایی که میاین چیز تحفه یا شیرینی که برشان آماده است میدهند، کدام اشکالی نداره. اما این چیز عام بسازن، در هر خانه چنین داخل شوند، بعضی بیچارا ندارن، مجبور رفته قرض بکنن و این حقیقتا اینا را در حرج واقع میکنه و بالایشان یک نوع ظلم است. از این انسان اجتناب بکنه. الله تعالی همه طاعات و بندگی ما شما را قبول بفرماید و همچنان عید و خوشی ما را مطابق شریعت بگردانه و از شوکات شرع بیرون نشویم. جزاکم الله خیرا.